سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم توی موضوعی که احتمالاً اسمش رو شنیدید. انجیل کامیابی یا همون انجیل سعادت. یه منبع خیلی جالب داریم. عنوانش هست انجیل کامیابی. بررسی کلامی و شخصی درباره این تعلیم که خب یه نگاه نقادانه داره به این طرز فکر که میگه سلامتی و پولداری و موفقیت نشونه‌های اصلی لطف خدا هستن. هدفمون اینه که توی این چند دقیقه بفهمیم این به اصطلاح انجیل کامیابی دقیقاً چی میگه، از کجا اومده و چرا نویسنده این منبع میگه که باید یک کم با احتیاط باش برخورد کرد. خب برای شروع این انجیل کامیابی اساساً چی میگه؟ یعنی وعده اصلیش چیه؟ منبع میگه هسته اصلیش اینه که خدا میخواد که ایمانداران همین الان تو همین دنیا پولدار و سالم و موفق باشن و اینکه عباراتی مثل اعتراف کن و دریافت کن یا کلامت قدرت خلق داره خیلی توش نقش کلیدی دارن. انگار یه جور فرموله دقیقاً. یعنی طرفداراش معتقدن که اگه ایمانت قوی باشه، مثبت حرف بزنی و خب پولم بدی به کلیسا یا اون خدمت، خدا تقریبا مجبوره که بهت نعمت مادی بده. مثلا خیلی به آیه ملائکی 3:10 استناد میکنن، همون که میگه دهکاتون رو بیارید تا خدا درهای آسمون رو باز کنه و برکت بریزه. اما نکته مهمیه که منبع بهش اشاره میکنه. نباید این آیه را از کل متن و شرایط اون زمان جدا کرد. یعنی نباید بهش مثل یه چک سفید امضا برای پولدار شدن نگاه کرد. یا مثلا آیاتی مثل یوحنا 10:10 که عیسی از حیات به فراوانی حرف میزنه. اینم خیلی استفاده میشه. ولی نویسنده این منبع معتقده که منظور عیسی از فراوانی بیشتر یه چیز روحانیه، یه کیفیت زندگی معنویه، امید به ابدیته، نه لزوماً حساب بانکی پر و ماشین آنچنانی. جالبه که منبع آیاتی مثل دوم قرنتیان 9 آیات 6 تا 8 رو میاره که میگه خدا به اونایی که میبخشن فراوانی میده تا بتونن هر کار نیکویی رو بیشتر انجام بدن. یعنی هدف نهایی توانمند شدن برای خدمته، نه فقط جمع کردن برای خودمون. این تمرکز تک‌بعدی روی پول خب یه مقدار پیام اصلی رو به حاشیه میبره. آها، پس این نگاه مادیگرایانه چطور شکل گرفت؟ از کجا آمد این ایده؟ ببینید منبع ریشه هاش رو برمیگردونه به اوایل قرن 20. جنبش‌های پنتکاستی و اون جریان‌های شفابخشی که خیلی روی تجربه مستقیم روح القدس و معجزه و اینها تاکید داشتن. ظاهراً تجربه‌هایی مثل شفای جسمی یا اتفاقات به ظاهر معجزه آسا بعضی‌ها رو به این نتیجه رسوند که ایمان قدرت این رو داره که مستقیما نتایج مادی و ملموس ایجاد کنه. و خب تو دهه‌های اخیر انگار خیلی پررنگتر شده، نه؟ مخصوصا با این واعظای تلویزیونی. بله دقیقاً. واعظانی مثل کنت کوپلند، بانی هین، جول اوستین، اینها نقش خیلی بزرگی داشتن. با استفاده راستش خیلی ماهرانه از تلویزیون و رسانه ها این پیام رو به میلیون ها نفر رسوندن و معمولاً هم به آیاتی مثل امثال 3 آیات 9 و 10 اشاره میکنن که میگه خداوند رو با دارایی‌ات تکریم کن تا انبارهات پر بشه و این رو مستقیما به برکت مالی شخصی تعبیر میکنن. البته منبع یه نقد خیلی جدی همینجا وارد میکنه. چی؟ اینکه خب سبک زندگی خیلی خیلی مجلل بعضی از همین واعظان یه سوال بزرگ ایجاد میکنه. آیا این سبک زندگی با اون چیزی که کتاب مقدس در مورد فروتنی و ساده زیستی و خدمت میگه همخونی داره؟ و نباید نقش فرهنگ رو هم نادیده گرفت. یعنی جامعه مصرفگرای امروز خیلی پذیرای این پیام موفقیت مادی هست. خب اینجا کاملا مشخصه که یه تفاوت اساسی با نگاه سنتی تر مسیحیت وجود داره. منبع چطور این تفاوت‌ها رو توضیح میده؟ بله، تفاوت خیلی کلیدیه. مسیحیت تاریخی و سنتی اولویتش بیشتر روی رشد درونیه. شبیه شدن به مسیح، انکار نفس، خدمت به دیگران و امید به زندگی آینده با خدا. ولی شاید مهمترین فرق توی نگاه به رنج و سختی باشه.
آها، چطور؟ رو یه جور نشونه ضعف ایمان میدونه، یا میگه گناه پنهانی داری یا به اندازه کافی مثبت فکر نکردی و اعتراف نکردی. و منبع هشدار میده که این نگاه چقدر میتونه مخرب باشه، میتونه بار گناه و شرمندگی رو روی دوش کسی بذاره که همین الانش هم داره با مریضی یا فقر دست و پنجه نرم میکنه. این نکته واقعا مهمه. منبع به آیات دیگه‌ای هم اشاره میکنه که این تضاد رو نشون بده؟ بله حتما. مثلا اول تیموتائوس فصل 6 آیات 6 تا 10. اونجا خیلی صریح در مورد خطر پول دوستی هشدار میده. میگه دنبال ثروت بودن میتونه آدم رو از ایمان واقعی دور کنه. این خب کاملا برعکس تمرکز انجیل کامیابی روی به دست آوردن پول و مادیاته. درسته؟ یا مثلا الگوی کلیسای اولیه تو کتاب اعمال رسولان فصل 4. اونجا میبینیم که ایمانداران اولیه دارایی‌هاشون رو با هم به اشتراک میذاشتن تا نیازهای جمعی برطرف بشه. هدف کمک به همدیگه بود، نه اینکه هر کس برای خودش ثروت جمع کنه. اساساً منبع میگه پیام اصلی و مرکزی کتاب مقدس درباره گنج‌هاییه که تو آسمون جمع میکنیم. متی 6 19 21 و اون تحول قلبی و درونیه، نه لزوماً پر کردن حساب بانکی روی زمین. با این تفاسیر کاملا میفهمم چرا نویسنده منبع میگه باید با احتیاط به این آموزه ها نگاه کرد. دلایل مشخصتری هم برای این احتیاط ذکر شده؟ بله، چند تا دلیل مهم هست. اول اینکه این نگاه ممکنه ایمان رو تبدیل کنه به یه جور معامله با خدا. معامله یعنی چی؟ یعنی من این کارو میکنم، پول میدم، مثبت حرف میزنم، پس خدا هم باید اون کارو بکنه. یعنی به هم پول و سلامتی و موفقیت بده. اینجوری اون عمق رابطه و اعتماد به حکمت خدا که شاید نقشه های دیگه‌ای داره کلاً نادیده گرفته میشه. دوم، خطر سوء استفاده مالی. وقتی اینقدر روی پول دادن تاکید میشه، اونم با وعده‌های بزرگ مالی در مقابلش، خب متاسفانه فضا برای بعضیا فراهم میشه که از افراد، مخصوصاً اونایی که تو شرایط سخت و آسیب پذیر هستن، بهره کشی مالی کنن. و گفتید از نظر روانی هم میتونه آسیب بزنه. اگه اون وعده ها محقق نشد چی؟ دقیقاً. فکر کنید کسی تمام امیدش رو بسته به این وعده ها، بعد میبینه اتفاقی نمیفته. میتونه منجر به سرخوردگی شدید بشه، احساس گناه کنه که چرا ایمان من کافی نبود یا چرا من نتونستم مثبت فکر کنم، و این خب میتونه ایمانش رو کلاً ضعیف کنه. و نهایتاً انگار یه خطر بزرگتر هم هست که منبع بهش اشاره میکنه. بله، و اون اینه که تمرکز بیش از حد روی موفقیت مادی ممکنه پیام اصلی و زیبای مسیحیت رو کمرنگ کنه. پیامی که درباره محبت، فداکاری، خدمت به دیگران و اون تحول درونیه که مثلا رومیان 12:2 ازش حرف میزنه. این میتونه یه تصویر کج و معوج از مسیحیت به دنیا نشون بده. منبع روی اهمیت پذیرش رمز و راز توی کار خدا تاکید میکنه، همون که اشعیا 55 میگه فکرهای خدا بالاتر از ماست، و همینطور نقش حیاتی جامعه ایمانی و حمایت از همدیگه. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشیم، این منبع انجیل کامیابی رو به عنوان یه جریان جذاب معرفی میکنه. اما جریانی که وعده‌های مادیش با اولویت‌های اصلی کتاب مقدس مثل رشد روحانی، مثل پذیرش سختی‌ها، خدمت به دیگران و امید به ابدیت یه جورایی در تضاده. بله، و نکته کلیدی که نویسنده روش خیلی تأکید داره اینه که ایمان واقعی یه رابطه عمیق و شخصی با خداست، نه یه فرمول جادویی برای رسیدن به خواسته های دنیوی. لازمه که یه نگاه متعادل و کامل به کل پیام کتاب مقدس داشته باشیم، نگاهی که هم شادی‌ها و برکت‌ها رو ببینه و هم واقعیت رنج و سختی رو بپذیره و ارزش‌های ماندگاری مثل محبت، فروتنی و خدمت رو بالاتر از دستاوردهای زودگذر این دنیا قرار بده. و شاید این بحث این سوال رو برای شما هم ایجاد کرده باشه. توی دنیایی که اینقدر روی نتیجه فوری و موفقیت مادی و قابل اندازه‌گیری تمرکز داره، چطور میتونیم رمز و راز و حتی سختی‌های راه ایمان رو نه به عنوان یه شکست، بلکه به عنوان بخشی از یه سفر معنوی عمیق‌تر و پایدارتر ببینیم و بپذیریم، فارغ از اینکه وضعیت مالیمون چطوره؟ جای تأمل داره.